سلام به همه دوستان عزیز. حسین هستم از گروه فارکسپدیا. امروز هم اومدم با تحلیل‌های روزانمون. اولین ارزی که داریم تحلیل می‌کنیم ارز پوند به دلار آمریکاست. همونطوری که تو شکل مشاهده می‌کنید ما دو تا پیشنهاد یا دو تا احتمال داریم. احتمال اول اینه که قیمت این ناحیه حمایتی رو بشکونه، بعد از تثبیت پولبک بزنه و ما توی این ناحیه میتونیم وارد معامله بشیم و تیک پرافیت ما تا حمایت بعدی خواهد بود. احتمال دوم اینه که قیمت این خط آبی رنگ ما رو بشکنه به سمت بالا و بعد از پولبک به اون مجددا به سمت بالا حرکت کنه. فقط دقت داشته باشید که ساعت 3:30 برای پوند یک خبر هستش و یک کمی محتاط‌تر توی ساعت 3:30 معامله کنید. خب ارز بعدی ارز یورو به دلار آمریکا هستش. اگر قیمت بتونه این ناحیه حمایتش رو بشکنه و بعد از پولبک ما میتونیم وارد معامله سل بشیم و تا کف ناحیه مقاومت تایم بالامون همراه قیمت بیاییم. احتمال دوم هم اینه که قیمت بتونه این ناحیه مقاومت تایم بالا رو بشکنه به سمت بالا و بعد از پولبک ما میتونیم وارد معامله بشیم و تیک پرافیتمون میتونه خط روند تایم بالامون باشه. و بازم تکرار میکنم که برای یورو امروز دو تا خبر هستش، یکیش ساعت 4:45 و یکیش هم 5:15 هستش. پس مراقب باشید تو این تایما کمی با احتیاط تر حرکت کنید. خب ارز بعدی ارز یورو به دلار استرالیا هستش. همونطور که مشاهده میکنید قیمت این ناحیه حمایت رو شکسته به سمت پایین. ما انتظاری که داریم یک پولبک از این قیمت ببینیم و بعد از پولبک وارد معامله بشیم و تیک پرافیتمون تقریبا در ناحیه 1.6181 خواهد بود. برای دلار استرالیا خبری وجود نداره، ولی همچنان برای یورو دو تا خبر هستش که گفتم باید با احتیاط تو اونجا معامله کنیم. ارز بعدی ارز دلار آمریکا به فرانک هستش. قیمت یک ناحیه حمایت رو در اینجا، یک ناحیه مقاومت رو در اینجا شکسته. ما انتظار داریم یک پولبک به این ناحیه بزنه و بعد از پولبک پوزیشن بای بگیریم و به سمت بالا حرکت کنیم. فقط دقت کنید این حرکت تو تایم پایین هستش و باید تو تایم پایین بررسی بشه و ساعت 12 و 12:30 هم برای فرانک خبر خواهد بود. ارز بعدی ارز دلار استرالیا به دلار کانادا هستش. قیمت خط روند رو شکسته. احتمال اول اینه که احتمالی که ما میدیم اینه که قیمت تا این ناحیه بیاد و بعد از اون به سمت ناحیه مقاومت حرکت کنه و یعنی پولبک بزنه و بعد از پولبک ما میتونیم وارد معامله سل بشیم و تا خط روند که در اینجا کشیدم با همراه با قیمت حرکت کنیم. ارز بعدیمون ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا هستش. قیمت این ناحیه حمایت رو شکسته. انتظار که ما داریم اینه که قیمت بعد از پولبک به این ناحیه ما وارد معامله بشیم و تا خط روند تایم بالا همراه قیمت باشیم. ارز بعدی ارز دلار استرالیا به فرانک هستش. قیمت همونجوری که مشاهده میکنید این ناحیه رو شکسته، ولی تو تایم بالاتر ما یک ناحیه مقاومت داریم که این رو هم شکسته و ما انتظار داریم که قیمت یک بار دیگه برگرده به این ناحیه مقاومت و برای معامله این میتونیم از این ناحیه حمایتی که ما در اینجا داریم استفاده کنیم، یعنی اینو بشکونه، پولبک بزنه و ما تا این نقطه وارد معامله سل بشیم و تا حمایت قبلی پیش ببریم. خب طلا به دلار آمریکا هم همونطور که مشاهده میکنید به خط روند برخورد داشته.
احتمالی که ما میدیم اینه که قیمت به سمت پایین بیاد، ناحیه حمایتش رو بشکونه تو تایم پایین، بعد از پول بک وارد سل بشیم و تا کف مقاومت تایم بالا همراه قیمت باشیم. امیدوارم این تحلیلات به درد شما بخوره و امروز هم براتون سودده باشه. همیشه شاد و پیروز باشید. فعلا یا حق.